میدونستید از بعد جنگ جهانی دوم آمریکا توی 11 تا جنگ مداخله مستقیم و غیر مستقیم نظامی انجام داده؟ جنگ جهانی دوم، جنگ کره، ویتنام، خلیج فارس، افغانستان، عراق، لیبی، یمن، سوریه، اوکراین و ایران. اما دلیل این اعتیاد آمریکا به جنگ‌های مختلف چیه؟ همه چیز از اکتبر 1929 شروع شد. سه‌شنبه سیاه، زمانی که آمریکا تو باتلاق رکود بزرگ و یه بیکاری وحشتناک غرق شده بود. به طوری که هربرت هوور رئیس جمهور وقت آمریکا هیچ راه خروجی از این بحران پیش پای خودش نمیدید. اما جنگ جهانی دوم دقیقاً مثل یه تنفس مصنوعی برای اقتصاد نیمه جون آمریکا عمل کرد. چرا؟ اروپا تشنه اسلحه بود و صنایع نظامی آمریکا با تولید انبوه بیکاری رو برطرف کرد. با ورود رسمی آمریکا به جنگ تو سال 1941 چرخهای اقتصاد چنان شتابی گرفت که جنگ عملاً به موتور محرک ثروت آمریکا تبدیل شد. همونطوری که آیزنهاور تو سخنرانی خداحافظیش در سال 1961 درباره نفوذ شرکت‌های اسلحه‌سازی تو سیاست خارجی آمریکا هشدار داد، اینجا بود که یه پیوند شوم بین ارتش و کمپانی‌های اسلحه‌سازی شکل گرفت. کارتلایی که نفوذ بی‌سابقه‌ای تو سیاست خارجی آمریکا پیدا کرده بودند. کم کم برای آمریکا جنگ از یه ضرورت دفاعی به یه نیاز اقتصادی و حتی تو ادامه به یه بهانه برای استعمارگری تبدیل شد. به طوری که برای حفظ رتبه اول اقتصاد دنیا و اعتبار جهانی دلار، حضور نظامی آمریکا تو تمام جغرافیای دنیا اولویت پیدا کرد. اونا برای استارت دوباره ماشین جنگیشون و تسلط بر منابع عظیم انرژی خاورمیانه به بهانه اتفاقی که تو 11 سپتامبر 2001 رخ داد، یه لشکرکشی بی سابقه و تمام عیار انجام دادن. حقیقت تلخ ماجرا اینجاست. امروز بقای آمریکا به عنوان ابرقدرت به دشمن تراشی و جنگ افروزی دائمی گره خورده. این امپراتوری برای نریختن ستونهای اقتصادیش مدام به شعله‌های جنگ جدید نیاز داره. چون اگه اسلحه تولید نشه و جنگی در کار نباشه، آمریکا دیگه نمیتونه از جایگاه اقتصادی خودش دفاع کنه و طبقه سرمایه‌دار این کشور دیگه نمیتونن به استعمارگری مدرن خودشون ادامه بدن. حالا دیگه راحت‌تر میشه فهمید که چرا دیر یا زود جنگ فعلی ایران پر از منابع اما مستقل با آمریکای تمامیت‌خواه باید اتفاق میافتاد.